سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان و علاقه‌مندان خوب چینل یوتیوب کابل شو. امیدوار هستم که خوب و دور و صحتمند باشید. دوستان گرام قدر، ما و شما در این روزا در رسانه‌ها می‌بینیم که با تعداد زیادی از هموطنان ما با تعداد 800,000 مهاجر از کشور ایران به افغانستان دوباره برگشته و به خاک خود برگشته و اکثر آنها فامیل‌ها تشکیل میده که دارای اطفال کوچک و بزرگ میباشند که همه ما و شما می‌بینیم. در این وقت که نیاز به کمک آنها دارند و کسانی که نیاز به کمک ما برایشان کمک کنیم و اگر کسی که یک نان خوردن خود دارن و زندگیشان بهتر از بیاین که و دستگیریشان را بکنیم، بخاطر که ما هم برادر همدیگه هستیم و همچنان در کنار همدیگه زندگی میکنیم. یک افغان هستیم و یک ما زمانی که ما از دستگیری هموطن را نکنیم، هیچ کسی نمیتونه دستگیری هموطن ما را بکنه. مهاجر فراوان داریم، زمین‌های کشاورزی فراوان داریم. بیایید تا از زمین‌های کشاورزی خود و همچنان از معادن خود ما استفاده کنیم، نه اینکه یک بیگانه بیاین استخراج کنه و ببره. ما فقط سعی کنیم طرف شما چیزی گفتن نداره. بله و بهتری است که ما دست به دست هم داره و کار کنیم در کشور خود و از زمینه کشاورزی خود استفاده کنیم و همچنان از معادن خود استفاده کنیم و ما باید قصد باشیم که دیگه در یک افغان ما در هیچ کشور مهاجر نباشه و همیشه وقت در کشور خود زندگی کنه و از خواهر خود از برادر خود دفاع کنیم. ما و شما همه ما یک افغان هستیم، پس افغان ها غیرت دارن. پس بیایید که در این شرایط ناگوار که نیاز به کمک دارند، کسانی که مهاجر شدند دوباره از ایران به افغانستان برگشتن تعدادشان بسیار زیاد است. ما و شما که دستگیریشان نکنیم، هیچ کسی نمیتونه دستگیری کنه. و دوستان عزیز، از شما خواهش میکنیم کسانی که میتونن به نیازمندان کمک کنن و یک مقدار پول ناچیز میتونه برشان تقسیم کنن و بتونه که خوشی از اینا دوباره برشان هدیه بده و همچنان از این مشکلات زندگی اونها را بیرون کنن، پس لطفاً که یک کمپاین برگزار کنن که ما بتونیم توسط حمایت‌های مردم و همچنان هر ولایتی که مهاجر شدن ما با اونها کمک کنیم. البته قابل یادآوری است که شما میتونید که عزیزانی که داده مشنون همین لحظه بیاین کمپاین برگزار بکنیم تا اینکه ما از مردم اقل اونجا کس پول جمع کنیم، 10 افغانی، 20 افغانی، 100 افغانی، اونها یک مقدار درست کنیم، 10,000 20,000 افغانی میشه. بیایید اونها بعد از یک فامیلی که نیازمند کمک است نه از ایران برگشتن، بعد اونها کمک کنیم تا که بتونن زندگی خود خوبتر و بهتر پیش ببرن. و بهترین کار همین است که شما میتونید که در این شرایط سخت دست یک هموطن تان بگیرین و همیشه همراهشان دستگیری کنین. و دوستان عزیز، یگانه راهی که ما شما را کمک میکنه تا اینکه ما مهاجر نشیم و دوباره ویران نشیم، بیایید که ما کشور خودمون را خودمون بسازیم. تا زمانی که ما دست به دست هم ندیم و کشور خود را نسازیم، هیچ کسی نمیتونه که به کشور ما شما را آباد بسازه. پس یگانه کاری که ما میتونیم که برای کشور خود بکنیم همین است که ما دست به دست هم و کنار همدیگه کوشش کنیم تا یک افغانستان خوب و بهتر در شرایط صلح داشته باشه. زمینی کار برای برادران و خواهران ما تامین شده باشد تا اینکه دیگه مهاجر نشه و همچنین دوباره به این کشورهای مثلا ایران و پاکستان است که شما ببینید که به روزانه به صدها هزار نفر دوباره دیپورت میشه و همچنین بعد دوباره به افغانستان فرستاده میشه. دوستان عزیز، امیدوار هستم که کمپاین برگزار کنین. بازم براتون تکرار میکنم تا بتونیم که یک مقدار پول از هموطنان ما جمع آوری کرده و به دست نیازمندان بسپاریم. و شما عزیزان که اگر یک کامتان علاقمند کمک و مساعدت به این همچون فامیل ها هستین، شما میتونید در شماره واتساپ ما رو اسکرین میبینید بر شما برای ما پیام بگذارید، با ما کوشش میکنیم که پیام شما جواب بدیم و هر مقدار پولی که شما بتونید کمک کنین برای ما بفرستید و ما کوشش میکنیم کسایی که نیازمند کمک هستن